بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و در تعلیم و تدریس قرآن کریم زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. در برنامه دیگر از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم همراه شما عزیزان و سروران هستیم. در برنامه‌هایی که گذشت به همراه شما خوبان و سروران به قواعد اولیه روحانی قرآن کریم پرداختیم و به صورت عملی در سوره‌های آخر کلام الله مجید بعد از بیان سوره مبارکه هم آغاز کردیم درسمون رو و تمرینمون رو و 10 سوره آخر کلام الله مجید رو به همراه شما عزیزان در برنامه‌های گذشته مروری داشتیم. در آیات و کلمات و بلکه حروف این سوره های عظیم و همچنان مسیرمون رو ادامه خواهیم داد در این برنامه و چند برنامه پیش رو در سوره های پایانی کلام الله مجید و ان شاء الله باز از ابتدای سوره مبارکه بقره هم درسمون رو باز از سر خواهیم گرفت و شروع خواهیم کرد، تلاوت خواهیم کرد. عزیزان همراه ما باشید حتما تا در برنامه‌های پیش رو. من دوست دارم که بعد از تمرین‌ها و بعد از تکرارها به درجه برسیم که بتونیم هر صفحه از کلام الله مجید رو که باز می‌کنیم به راحتی بتونیم بخوانیم. این رو عزیزان مد نظر داشته باشید که هر چقدر ما تمرین ما بیشتر باشه تسلط ما به روحانی بیشتر خواهد شد و من دوست دارم که همه ما به این تسلط برسیم که علاوه بر اینکه خودمون میتونیم بخونیم بتونیم که به دیگران بتوانیم اونها رو یاد بدیم. این خیلی مهمه. خیلی از عزیزان روحانی بلد هستن، اما وقتی که کسی میاد پیش اونها که تا از اون روحانی یاد بگیره، از این شخص، از این عزیز برادر و یا خواهری که ما داریم، نمیتونه به اونها روحانی یاد بده. این مشکل رو ما میخوایم حل بکنیم. عزیزان اگر بیننده برنامه بوده باشن تا این لحظه و ادامه بدید به راحتی ان شاء الله مشکل حل خواهد شد که ما علاوه بر اینکه خودمون میخونیم بتوانیم که یاد بدیم. این هم مهم هست و ما باید به این درجه هم برسیم. سوره دیگری از سوره های پایانی کلام الله مجید رو برای شما عزیزان در این برنامه در نظر گرفتیم. سوره همزه رو به همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که کلماتش رو به حرفش رو پیش بریم تا کاملا یاد بگیریم که چگونه این آیات خوانده میشه. سوره مبارکه همزه رو با هم دیگه مشاهده می‌کنیم. از سوره های پایانی کلام الله مجید هست. سوره همزه یا به سوره ویل لکل هم معروف هست در پیش مردم، بیشتر در عزیزانی که با اسمهای سوره ها آشنا نیستن، اسمهای تخصصی، به اسم سوره ویل لکل، چون ابتدای کلمه اول و دوم این سوره ویل لکل هست به این نام میشناسن. در ابتدای هر تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از آداب تلاوت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلون ما فتحه داره. فتحه میدونیم هر جا کامل صدای ا میگیره. یا ساکن قانون ساکن خواندنش اینه که هر حرفی کلمات ساکن روش هست با همراه آخرین حرکت ما قبلش خوانده میشه. ویلون دو تا ضمه با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا فتحه با هم بهش میگیم تنوین. اصلش این بوده که یک ضمه‌ای بوده، لام با ضمه خودش بوده ویلو، یک نون ساکن اینجا بوده که ما حذفش کردیم برای ساده تر نوشته شدن و به جاش یک ضمه اضافی گذاشتیم. اما وقتی میخوانیم ما نون ساکن رو میخونیم. ویلون به جای ضمه دوم یک نون ساکن میاریم یا به جای کسره دوم یا به جای فتحه دوم. هر جا که تنوین دیدیم این حکایت تکرار میشه. ویلون لون یک نون ساکن. اما ما در خواندن قرآن کریم این قاعده رو بارها و بارها تکرار میکنم تا عزیزان حفظ بشن. باید این قاعده و قانون رو حفظ کرد. قاعده احکام نون ساکن. هر جا نون ساکن دیدیم یا تنوین که همون نون ساکن است، گفتیم تنوین نون ساکنی بوده که حذف کردیم، یک ضمه اضافی گذاشتیم یا فتحه اضافی یا کسره اضافی، اما در خواندن نون ساکن رو باید بخوایم. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین ما 4 قاعده زیر رو یاد گرفتیم به راحتی میتونیم که بخوانیمش. بعد از نون ساکن و یا تنوین همیشه باید مد نظر اون باشه که حرف بعدیش چیه. اگر با بود، حرف ب بود، به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون آسان تر تلفظ میشه. به این قانون ما میگیم اقلاب با قاف. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یک از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون بود که اگه سر هم نوشته بشه میشه یرملون، ما نون رو تبدیل میکنیم به حرف بعدیش. چرا؟ چون ساده تر خونده میشه.
چراش همین، چون راحت تر خونده میشه. این قاعده دومی که یرملون بود به اصطلاح رو بهش میگیم ادغام با غین، یعنی داخل شدن یک حرف در حرف بعد. نون داخل میشه در حرف بعدی، میشه مثل خودش. اینو بهش میگیم ادغام. قاعده سوم، در قاعده سوم نون همونطوری که هست تلفظ میشه. چرا؟ چون ساده است، راحته، مشکلی نیست برای تلاوت. چه وقتی که بعد از نون ساکن یک از 6 حرف حلقی باشه، حروفی که از حلق قدا میشن، همزه، های دو چشم، همزه و ها، عین و ها، ه جیمی و غین و خا. همزه و ها، عین و ها و غین و خا. این حالت رو بهش میگیم قاعده اظهار، چون نون ظاهر میشه همون طوری که هست. نون این تنها حالتیه که نون همون طوری که هست خوانده میشه. تنها حالتی که نون ساکن خوانده میشه همون جوری که نون ساکن هست قاعده اظهاره، که بعدش حرف حلقی باشن چون راحته خواندنش. اگر بعد از نون ساکن ب نبود که تبدیل بشه به میم، و یا یرملون هم نبود که تبدیل بشه به حرف بعد، و یا حرف حلقی هم نبود که راحت خوانده بشه، چیکار میکنیم؟ قاعده چهارم اجرا میکنیم. قاعده چهارم چیه؟ مخفیش میکنیم. بهش میگیم اخفا. یعنی چی؟ از بینی اداش میکنیم، می‌نازیمش تو بینی، یک کلمه صداشو نگه می‌داریم. مثلا من کم، کلمه من کم، نمیگیم من کم، نون بعدش الان نه حرف یرملونه نه حرف حلقه و نه باز، میگیم من کم، می‌نازیم تو بینی، یک کلمه صدا نگه می‌داریم. من کم. اینو ما بهش میگیم اخفا، مخفی شدن. قاعده اقلاب، ادغام، اظهار و اخفا. بریم سراغ تمرینمون. ویلون. ویلون لام تنوین داره، نون ساکن داره، بعدش لام آمده. لام از حروف یرملون تبدیل میشه به چی؟ تنوین میشه حرف بعدیش. اینجا نمیگیم ویلون، نونی که این ضمه دوم که جای نون ساکن بود رو تبدیل کردیم به لام، به همین خاطر لام تشدید گرفت. یک لام ساکن به جای نون ساکن یک لام ساکن ما تلفظ میکنیم. یک لام کسره دار هم اینجا داشتیم، دو تا لام شد، یک اولی ساکن دومی حرکت داشت، تشدید آمد. تشدید اصلا همین، یعنی تشدید یعنی یک حرف که دو بار تکرار می‌شده، اولی ساکن بود دومی حرکت داشت. الان ما چطور می‌خونیم این رو؟ این واو دوم رو اصلا شما فکر کنید نیست. چرا؟ نون ساکنی بود تبدیل شد به لام. لام تشدید گرفت. لام رو میچسبونیم به لام. وی لول لول، یک بار لام به همراه ما قبلش خوانده میشه. تشدید قانونش اینه که یک بار به همراه حرکت ما قبل خوانده میشه، یک بار به همراه کسره خودش. وی لول ل، وی لول ل کل ل. لام تشدید داره. تشدید در اصل دو تا لام بوده، اولی ساکن دومی حرکت داشته. برای ساده تر نوشته شدن اولی حذف شد، دومی سر جاش هست با کسرش. اولی رو به جای اون حذفش یک علامت تشدید گذاشتیم. تشدید همیشه دو بار خوانده میشه، یک بار به همراه حرکت ما قبل به صورت ساکن کل، یک بار با حرکت خودش ل کل. ویل لکل، ویل لکل، ویل لکل، ویل لکل همزة. اینجا هم تنوین داریم، کسره است. فرقش با اینه که اونجا ضمه بود اینجا کسره است. بعدش لام اومده، دوباره همین اتفاق که اینجا افتاد اینجا میفته. اینجا ادغام میشه. به جای نون ساکن همزة بود، این ت کسره داشت، یک نون ساکن هم بود، نون تبدیل شد به لام. به جای نون ساکن الان لام ساکن داریم. همزة لو مزتن. اگر ادامه بدیم اینطور خوانده میشه، همزتن میشه. لو مزه. ویل لکل همزة لمزه، ویل لکل همزة لمزه. اگر ادامه بدیم. اگر اینجا بایستیم چه اتفاق میفته؟ قانون اینه که آخر آیات اگر ایستادیم باید ساکن خوانده بشه آن حرف آخر. اگر اینجا ایستادیم ت دو نقطه، در این قانون اگر ت دو نقطه به این شکل، این ت گرد با دو تا نقطهش در آخر آیه قرار گرفت، ساکن این چطور میشه؟ این هم تنوینش میفته. همیشه هر وقت ت دو نقطه آخر آیه قرار بگیره یا آخر تلاوت، ما میخوایم روی این توقف بکنیم ولی اینکه وسط آیه هم باشه. خواستیم توقف بکنیم چیکار باید بکنیم؟ ساکن شدنش چطوره؟ هم دو نقطهش میپره، هم حرکتش میپره، یعنی یک هی خالی میمونه. دیگه نمیگیم لومزت اگر توقف بکنیم بگیم خب ت حرکتش انداختیم اما حرفش هست، نه، نقطهش هم میپره حرکتش هم میپره، هی میمانه. هر وقت ت دو نقطه داشتیم در آخر آیه یا آخر کلمه‌ای که ما روی اون توقف میکنیم، ساکن بودنش به این شکله که به جای ت کلن ه خوانده میشه. میشه لومزه، لومزه،
دیگه ت نمیخوانیم، نمیگیم لومزت، لومزه. اصلا کلا هم نقطه‌هاش میپره هم حرکتش میپره. این مثال رو دقت کنید عزیزان، هر وقت تای تانیث یا تای دو نقطه به این شکل. مثال های دیگه در آیات بعدی هم داریم. در آیات بعدی هم در این آیه، در این آیه، در این آیه، آیه 4 5 6 7 8 9 کلا این تکرار میشه. هر وقت تای تانیث، تی دو نقطه گرد، هی دو چشم با دو نقطه در آخر قرار گرفت، خواستیم توقف بکنیم، نقطه هاش هم میپره، حرکتش هم میپره. ویل لکل همزة لمزه. لمزه این وقتی که بیست. اگر خواستیم ادامه بدیم چیکار میکنیم؟ من میخوام ادامه بدم الان. لمزتن، اینجا الف در هنگام وصل، این الف علامت وصل داره، این علامت صاد کوچک روش یعنی الف وصل. الف وصل در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه، اما اگر اول آیه بخوایم بخونیم خوانده میشه. الان اگه من میخوام اینو بچسبونم الف خوانده نمیشه چون در هنگام وصل میافته. لام تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبلش. آخرین حرکت ما قبلش چیه؟ یک نون ساکن ما اینجا داریم، حرکتی نداریم. لمزتن، یک ساکن اینجا داریم، یک ساکن هم این لام اوله. چیکار باید بکنیم؟ دو تا ساکن. قبلا هم بیان کردم خدمت شما عزیزان، هر وقت که دو تا ساکن پشت سر هم قرار گرفت، هر جا در تلاوت دیدید دو تا ساکن پشت سر هم اومد، ساکن اولی رو حرکت کسره میدیم. ساکن اول رو حرکت کسره میدیم. یه قاعده است در عربی. هر وقت برای تلاوت دچار مشکل شدید، دو تا ساکن پشت سر هم بود، خواستید که بچسبونید به همونها رو، ساکن اولی رو حرکت میدیم. حرکت کسره. لمزتن اینطوری میشه. لمزتن الذی. لمزتن الذی اینطوری خونده میشه. اگر این نهایت رو بخوایم بچسبونیم به همین طور میشه. ویل لکل همزة لمزة الذی. این مقداری تلفظش سخت میشه اما قاعدش اینه. همزة لمزة الذی، بهترین راه و ساده ترینش اینه که اینجا بیستیم، بعد از آیه اول شروع بکنیم، اولش بریم ادامه بدیم. ویل لکل همزة لمزة، توقف میکنیم. الذی، الان الف وصل رو بعد حرکت بهش بدیم چون ابتداست. وقتی از اول آیه بعدی میخونیم الف وصل حرکت پیدا میکنه. الف وصل وقتی بخوایم بهش حرکت بدیم، اگر بعدش لام بود، حرف لام همیشه فتحه میدیم بهش. الذی بلا استثناء. هر وقت بعد از الف وصل لام دیدید بهش فتحه میدیم. الذی کسر بعدش یا صدای ای میگیره. الذی جمع ما میم فتحه داره بعدش الف. هر جا حرفی فتحه داشت بعدش الف ما صدای آ میگیره. صدای آ میگیره و با صدای آ خوانده میشه. و اگر این حرفی که فتحه گرفت بعدش آ آمد از حروف صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف و خا و را بود پر میشه و اگر غیر از این بود پر نمیشه. میم از اون حروف نیست، پر نمیشه ما، میگیم ما نمیشه. باریک خواندنش این شکله. پر خواندن میشد ما، باریک خواندنش میشه ما باریک خوانده میشه لن. لام دو تا فتحه داره یعنی تنوین داره. لن بعدش واو اومده، تنوین تبدیل میشه به واو. هر وقت بعد از تنوین واو اومد یکی از حروف یرملون تبدیل میشه به حرف بعدش. مالن نمیگیم، میگیم مالو. به جای مالن میگیم ما لو. و عد و عد دال یک بار با این خوانده میشه. و عد ده. این ه وقت توقف بکنیم هم این واوش میفته. ده. الذی جمع مالا و عدده. اگر ادامه بدیم چی؟ اینطور میشه. الذی جمع مالا و عدده. اگر نخوایم اینجا نفس بگیریم، ضمه بعدش واو صدای او میگیره، میشه ما عدده. اما بهترینه که بیستیم بگیم الذی جمع مالا و عدده. یحسب ان، نون تشدید داره، صدای فتح هم داره. نون مشدد تشدید دار که بهش میگیم مشدد. نون مشدد و یا میم مشدد یعنی تشدید دار. نون مشدد و میم مشدد در هنگام تلفظ مقداری صدا در بینی میره و روش هم توقف میکنیم. ان
یحسب ان ما له، ضمه بعدش واو صدای او میگیره. یک مد هم اینجا روی واو هست. این مد یعنی باید کش پیدا بکنه. این به اندازه بسته شدن سه انگشت در حالت عادی. ما له اخ لا ده، چون توقف کردیم این ضمه میفته واوا میچیم حساب نمیشه. اما اگه ادامه دادیم میشه اخلده. یحسب ان ما له اخلده کلا. این مقدار تصویر من بیارم پایین‌تر. کاف فتحه داره بعدش لام، یک بار میچسبه به لام. کل لا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه چون از حروف هشتگانه صاد زاد تا ذا غین قاف و خاوران نیست لام. کلا، این صاد و لا مثل سالی، مثلا سالی یا سالا که نوشته شده، صاد مخفف وصله، لا مخفف اولا. سالا یعنی وصل اولاست، یعنی اینجا بهتره که نایستیم، نفس نگیریم، وصل کنیم، ادامه بدیم. اما اگر کسی میسواد مشکل ایجاد نمیکنه، بهتر اینه که وصل بشه. این علامت سالا بعضی جاها قلا میبینید، قاف و لا است، یعنی قاف وقف اولا، اینجا سالا یعنی وصل اولا. وقف اولا یعنی بهتره وایستیم اگر قلا می بود. سالا یعنی بهتره که وصل کنیم، وصل بهتره یعنی ادامه بدیم. کلا لا ین با، یون با، اینجا نون ساکن بود بعدش با آمد. اولین قانونی که گفتیم برای نون ساکن و احکام نون ساکن که اگه نون بعدش با آمد تبدیل میشه به میم و غالبا عثمان طاها، شیخ عثمان طاها خطاط این مصحف شریف میم رو میگذاره. اینجا چی میشه؟ نون تبدیل میشه به میم، به جای نون ما میم تلفظ میکنیم. چرا؟ مثل زنبور در فارسی خودمان، چون تا راحت تره. اینجا قاعده انقلاب صورت گرفت. اولین قاعده لیوم، نمیگیم لیون، نون اینجا اصلا تلفظ نمیشه، تبدیل شده به میم. لیوم بدن. فی، کسره بعدش یا صدای فی، صدای ای میگیره، ف میشه فی. الف در انگام بس خونده نمیشه. لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الف حرکت نداره، یا حرکت نداره، ف کسره داره میچسبه به لام. فل، اینجا دیگه نمیشه فی، به تنهایی میشد فی، اما چون باید بچسبه به لام، لام نیاز به کمک این داره، این دیگه خودش مقداری در حرکتش تغییر ایجاد میشه فل. فل حو تا م ت، فل حو تا م ت. اگر ادامه بدیم، اگر بایستیم که بهتره بایستیم، گفتیم ت دو نقطه وقتی که روش وقف بکنیم هم نقطه‌اش میپره، هم کسره یا فتحه یا تنوین هر چی که داره. اینجا دیگه فقط یک هی خالی میمونه. چی میشه؟ فل حطمه، فل حطمه. اینجا تای دو نقطه هم حرکتش میفته هم نقطه‌اش میفته در هنگام توقف. فل حطمه اینطور خوانده میشه. کلا لینبذن فی الحطمه و ما، اینجا میم فتحه داره، الف هم داره، مد هم داره، هم باید صدای آ بگیره، پر هم نمیشه چون از اون حروفی است که پر خونده نمیشه، و الف مد هم داره باید کشیده بشه. و ما اد، دال از اون حروفی است که ساکنه، در هنگام ساکن بودن بعضی از حروفی که ساکن میشن، حروفی که ساکن دارن علاوه بر این که به کمک ما قبلشون خوانده میشن، اد یک قانون دیگه باید مد نظرمون باشه. هر حرفی که ساکن بود قانون خواندنش اینه که یک بار به کمک ما، حتما باید به کمک ما قبلش خوانده بشه، حرکت ما قبل. و دقت هم میکنیم که اگر از 5 حرف قاف تا با جیم و دال بود، اگر از 5 حرف قاف تا با جیم و دال بود که اگر سر هم نوشته بشه میشه قطب جد، مقداری صداش میلرزه وقتی که ما تلاوت میکنیم. من تصویر رو مقداری پایین تر بیارم برای شما عزیزان. اینجا دال وقتی که میخونیم میشه اد، نمیشه اد، نه، مقداری میلرزه صدا. این 5 حرف قاف تا با جیم دال وقتی ساکنن مقداری در هنگام تلفظ صداشون میلرزه. اد، را فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. اد، این را فتحه بعدش الف اومده، این یا بوده که نقطهش نیومده فقط الف نوشته میشه، اینجا الفش خوانده میشه. را، اد، را پر خوانده میشه، از اون حروفی است که پر خوانده میشه. اد را ک ما، این میشه ما به تنهایی.
الف در هنگام وصل خوانده میشه. لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الف کمک نمیتونه بکنه، هیچ حرکتی نداره. این الف هم هیچ کمکی نمیکنه. میم فتحه داره میرسه به داد لام و فتحه میم میچسبه به لام. مل دیگه نمیشه ما، میشه مل، چون اینجا نیاز هست که بچسبه به لام. مل حو طا مه. اینجا هم تی دو نقطه، هم دو نقطه‌اش میپره هم ضمش میپره. تی دو نقطه در هنگام وقف هم نقطه‌اش میپره هم حرکتش. حطمه مل حطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله. نه فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه، از اون حروفی نیست که پر بشه. نارو. لفظ جلاله الله الفش خوانده نمیشه، لامش حرکت نداره خوانده نمیشه. هر جا در مصحف شریف حرف لام، واو و الف و یا دیدید، واو الف لام یا، اگه سر هم نوشته بشن میشه والی، که هیچ حرکتی بالا یا پایین آنها نبود خوانده نمیشن. لام از اون 4 حرفی است که وقتی هیچ حرکتی نداشتن خوانده نمیشدن. واو الف لام یا. لفظ جلاله لام وسطش نیاز به تشدید داره. خب تشدید هم گفتیم در هنگام تلفظ نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. لام حرکت نداره. الف هم همینطور. را ضمش میچسبه به لام. رول با هی. این فتحه همیشه الف خوانده میشه در لفظ جلاله. لفظ جلاله الله وقتی ما قبلش ضمه یا فتحه داشته باشه، حرکت ما قبلش پر خوانده میشه، یعنی دهان در هنگام تلفظ این الف لام به سمت بالا باز میشه. نار الله نار الله. باریک خواندنش چطوریه؟ نار الله. این غلطه، این اشتباهه. لله اگه بود بله، لله اون موقع باریک خوانده میشه. اما لفظ جلاله وقتی ما قبلش ضمه یا فتحه باشه پر خوانده میشه. نار الله هل میچسبه به به لام، الف خوانده نمیشه در هنگام بس. مو ضمه بعدش با صدای او میگیره. مو قده. اینجا هم ته هم نقطهش میپره هم واوش میپره، صدای هم میمونه فقط وقتی که بخوایم توقف کنیم. نار الله الموقده التي. الف در هنگام ابتدای تلاوت الف وصل فتحه میگیره چون بعدش لام اومد. هر وقت الف وصل بعدش لام اومد فتحه میگیره. التي تطلع تا دوبار خوانده میشه. تطلع التي تطلع علل. لام میچسبه به این لام، یا خوانده نمیشه، الف هم خوانده نمیشه، لام میچسبه به لام. علل افئده افئده. تای تنیس اینجا دوباره نقطهش هم میپره هش، کسرش هم میشه ه. افئده. انها علیهم مؤصده مؤصده. این نون یک مقداری در بینی صدا رو نگه می‌داریم. انها علیهم مؤصده مؤصده. تای تانیث اینجا باز دوباره این تی دو نقطه، هر دو تا ضمه‌اش هم میفته، یعنی تنوینش هم میفته و نقطه‌اش هم میفته. انها علیهم مؤصده. میم چون تشدید داره، این دو تا میم بوده ولی ساکن دومی حرکت، به جای اینکه شیخ عثمان تا اینجا ساکن بگذاره اینجا ضمه اومده، این روی چی نگذاشته اینجا تشدید گذاشته. ما انگار که این میم اول نیست، هر میچسبونیم به میم. میم تشدید دار و نون تشدید دار گفتیم مقداری در تلفظشون چیکار میکنیم؟ در بینی صدا رو نگه می‌داریم. انها علیهم مؤصده. اینجا در آخر آیه اگر ادامه بدیم تنوین بعدش ف آمده از حروفی است که نه حلقی است، نه یرملونه و نه باز، اخفا میشه. میشه چی؟ مؤصدتون فی. اگر ادامه بدیم، اگر ادامه ندیم که دیگه اتفاق نمیفته. فی ف کسره بعدش یا. فی عمدن عمدن د یک نون ساکن اینجا بوده بعدش میم اومده ادغام میشه، نون تبدیل میشه به میم، به همین خاطر میم تشدید گرفته. دال میچسبه به میم.
عمدیم دیگه نمیگیم عمدین، میگیم عمدیم فی عمد ممدده ممدده. این دال یک بار به همراه میم خوانده میشه، یک بار به همراه فتح خودش. فی عمد، میم رو هم یک مقداری در بینی صدا نگه میداریم چون تشدید داره. فی عمد ممدده. باز هم ه اینجا هم این ت دو نقطه‌اش هم میپره، حرکاتش هم کلا حذف میشه، انگار که فقط یک ه خالی ساکن است. ممدده. این یک بار دیگه از این تلاوت این سوره را از ابتدا تا انتها داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده. این هم از سوره مبارکه همزه بود، الهمزه، که به همراه شما عزیزان تلاوت کردیم. امیدوارم که عزیزان در این سوره هم اگر سوالی داشتن حتما سوالشون برطرف شده باشه. همچنان بیننده برنامه خودتون خواهید بود در قسمت‌های بعدی و بررسی سوره ها و آیات دیگر از کلام الله مجید. تا برنامه بعد، الله یارون نگهدار شما.